اولین لازمه ایجاد طرح چوب اینه که شما رنگتون حالا یه رنگی که میخواید به سطحتون بزنید، که من رنگ اکریلیک نیمه براق رو انتخاب کردم چون همینو داشتم و بهش یه کمی گل ماش اضافه میکنم و یه همچین رنگی رو به دست میارم. هر چقدر که بخواید رنگ چوبتون تیره تر باشه، باید این رنگتون هم پررنگ تر باشه. پایمون رو کامل رنگ میزنیم. بچه‌ها بعد از این که رنگ زدین میذارین کامل خشک بشه. حالا باید از شاپان استفاده کنید. شاپان رو شما میتونید توی محصول فروشی پیدا کنید. شاپانی که ریختم رو روی یک دستمال یکم میریزم انقدر. بعد این میارم روی چوبم پیادهش میکنم. حالا میتونید یکم دستتون رو آرومتر بکشید یا محکمتر بکشید یا حجم چیزی که میذارید بمونه، شاپانی که میذارید بمونه توی یه جا این شکلی. اگر بیشتر باشه توی اون قسمت بهتون طرح چوب متفاوت تری رو میده. طرح چوب میندازم. میتونید شما از اون استفاده کنید و سوار کنید روی کارتون. اینم طرحیه که میندازم.